درود دوستان، من از چت جی پی تی پرسیدم که با من 10 گانه ورزشگران ام ام ای تاجیکستان رو با من پیشکش کن. بنویس که کی در سال 2025 بهترین 10 گانه ورزشگر ام ام ای تاجیکستان هستند و چت جی پی تی با من اینها رو نویست. 10 ورزشگر ام ام ای بهترین تاجیکستان. شروع میکنیم از 10 گانگی، از 10 بعد میریم بالا. در جای دهم بختیار یونسوف. دوستان فکرتان رو نویسید. جای دهم بختیار یونسوف با ورسیای چت جی پی تی. جای نهم خورشید قهاروف. خورشید قهاروف در آلمان زندگی میکند و فکر میکنم که از آلمان هم برآمد میکند، چون که من خیلی وقت ندیدم که خورشید قهاروف با پرچم تاجیکستان برآید. ولی خیلی ورزشگری خوب است، نکاوتیور است و 2 بار در آلمان در اروپا در پی فی ال اروپا قهرمان شد و $100,000 به دست آورد. خیلی ورزشگری خوب است و دوستان فکر خودتون رو نکنید. جای نهم خورشید قهاروف. جای هشتم انیس یعقوبوف. انیس یعقوبوف جای هشتم در ورسیای چت جی پی تی بهترین جنگاوران ام ام ای تاجیکستان سال 2025. جای هفتم لایق رجبوف. دوستان لایق رجبوف 2 بار فینالیست پی فی ال بود برای $1,000,000 و هم ورزشگر یو اف سی بود. حاضر از روی خط یو اف سی او را خارج کردند. و در جای هفتم لایق رجبوف ورزشگری بهترین تاجیکستان 10 گانه. جای ششم سمندر مرودوف ورزشگری نوباختی تاجیک. سمندر مرودوف که حاضر در آمریکا زندگی میکند و انتظار است که کی او را با یو اف سی قبول میکنند و او هم انتظار است که کی میتواند که در مدت کوتاه یگان ورزشگر رو عوض کند و در یو اف سی برآمد کند. سمندر مرودوف جای ششم. جای پنجم سرور خمیدوف. سرور خمیدوف هم خیلی ورزشگری خوب است. در پی فی ال برآمد میکرد. 16 برد دارد، 1 مساوی دارد و 1 باخت دارد و یگان مساوی ندارد دوستان. 16 برد. جای چهارم فریدون عادیلوف ورزشگری لیگ ای سی ای. فریدون عادیلوف جای چهارم در ورسیای چت جی پی تی. جای سوم محمد نعیموف ورزشگری بهترین 10 گانه تاجیک در جای سوم ورزشگری یو اف سی. جای دوم موین غفوروف. موین غفوروف جای دوم در سال 2025 و جای یکم باشد نورالله علیف ورزشگری نوباختی تاجیک در لیگ یو اف سی در 10 گانه بهترین ورزشگران سال 2025. نورالله علیف جای یکم. و دوستان من کمتر با چت جی پی تی راضی نیستم، چون که برای چی اعظم غفوروف رو پیشکش نکرد که اعظم غفوروف یکی از بهترین ورزشگران خوب است در تاجیکستان. این از نظر من. دوستان فکر خودتون رو نویسید. شما چی فکر دارید؟ جای یکم نورالله علیف، دوم موین غفوروف، سوم محمد نعیموف، چهارم فریدون عادیلوف، پنجم سرور خمیدوف، ششم سمندر مرودوف، هفتم لایق رجبوف، هشتم انیس یعقوبوف، نهم خورشید قهاروف، دهم بختیار یونسوف و نمیدونم ما بسیار ورزشگران بهترین داریم که چت جی پی تی اونها رو پیشکش نکرد. دوستان فکر خودتون رو نویسید و در کامنت ها نویسید که بهترین ورزشگری 2025 از نظر شما کیست. در کانال مشتی تاجیکی ابونه شوید. خدا یار و یاورتان باد.